سفربازون بر WS رو تجربه کنن. خوبه. چی بول؟ بچه نمیریم؟ خوبه هنوز ظرفیت تکمیل نشده. پس میشه بفرمایید ما کی میتونیم از این امکانات فوق‌العاده‌تون استفاده کنیم؟ 103 نفر دیگه کشته بشن تا حالا 97 نفر کشته شدن، 17 نفر زخمی داریم که ممکنه بعضیاشون با شما همسفر بشن. یعنی تا این 103 نفر نمیرن ما مجبوریم تو این خراب شده بمونیم. بله؟ یارپی بله. منو کارمو گیره اینه. من 2 روز اینجام. بروشور نشون میده. واسه من الان ردیفش میکنم. نگفتی اسمت چیه؟ فرشته. اینه که حالیمه. اسمت چیه؟ برحال باسی اسمی نشه باشی مثل جبرائیل اسرائیل. 517. فرشته‌های جنگ اسم ندارن، ما کد داریم. آها میگم رفت 517. 517 درستگرانه نمره اینم خنگم. میگم حالا نمیشه ما از اینجا بریم تو سفینه منتظر بمونی؟ خیلی. ای بابا تو چقدر سخت میگیری. حالا یه کارش بکن دیگه رفاقتی. ابداً. بله ما چیکار کنیم؟ دعا که چی بشه؟ آمرزیده بشید. پوا ما آمرزیده خدایی هستم. اصلا گناهی نکردم که محتاج بخشش باشم. دعا کن. اصلا ردیفش میکنم. اسمتون کلاشینکنوفه؟ خوره. بگیر. بگیرم؟ بالمو بگیر. مگه نگفتی بهش دست بزنم درد میکنه؟ خب حالا میگم بهش دست بزن. من 2 روز بهتر از بای میبینیم. مهماتمون تموم شده بود. قرار بود از زل جنوبی خاکریزی محموله مهمات بهمون برسونه. فرماندهمون من یه نفر دیگر رو فرستاد زل شمالی خاکریز دو دید دشمن تا اونا سرگرم ما باشن و متوجه کامیون نشن. دشمن با دکتر بس به تو بخون بعد جهنمی بود. یه دفعه دیدم دارم تو کانال نیدو همون دور برم منفجر میشه. این شد که از اینجا سر در آورده. خب که چی؟ اگه اینقدر بالم راه نمی‌کردی میفهمیدی. تازه داشت به جاهای خوبش میرسید. به گناهی که در آخرین لحظات زندگیت مرتکب شدی. این کارت نامردیه پسر. بالمو بگیر. نمیگیرم. بگیر. موقع فرار دوستم زخمی شده از من کمک خواست. بابا گرفت و بهم التماس کرد. ولی من با لگد به صورتش کوبیدم و فرار کرد. تو میگی گناه؟ خجالت نمیکشی؟ چرا سعی نکردی نجاتش بدی؟ من اگه میتونستم خودمو نجات میدادم. شما حتی به خودتونم رحم نمیکنید. منظور هیچی فرماندهتون شما رو بکشن داده. تا با لگد زدید صورت. هر کی دیگه هم جای من بود همین کارو کرد. چی میگی؟ با آتش کشیدن مزرعه‌ای که عده‌ای جمهوری غیر نظامی در آن سکونت داشتن. من فقط دستور اطاعت کردم. خب دشمن میتونست تو اون مزرعه خودش رو استتار کنه و به ما حمله کنه. استتار کنه. حالا هرچی ما سوزوندیمش که نتونه این کارو بکنه. کشتن اون بومی که داشت از تو دل آتیش فرار میکردم دستور بود. وحشی. آرپیاجی بله. سرباز داوطلب نفر اول از دسته سوم گروه پنجم کردان پیشاست نیفسه لشکر 5 ارتش آریکوما. او و همرزمانش در تاریخ 3/7 با آتش کشیدن گذرگاه‌های زیرزمینی یک دهکده باعث کشته شدن عده‌ای زن و کودک بیگناه شدند. خیلی کم. آنان پس از به اسارت گرفتن 2 زن که قصد گریختن از محل نه خونه اینه ببین من مقصرم. بگم چیکار کردی؟ نه
آرپیاجی در هنگام بازگشت راه خود را گم کرد و خلاصش اینه که وقتی راه تو گم کردی رسیده بودی اینجا داشتی اونجا رو نگاه کردی و بالا وایساده بودی یه نفر شلیک کرد پاس کلت. دقیقاً. من همه چیز راجع به شما میدونم. رو به کدوم ور رسیده بودی؟ رو به اون طرف. من شلیک کردم پاس کلت؟ آره که چی؟ اینا بنویس که رفیقای خودش کشته. این حادثه در اثر اشتباه بود. شب بود، تاریک بود، اونا منو ندیدم، فکر کردم به یکی از اینا شلیک میکنن. در حال اونا تو رو کشتن. اینا بنویس سخت کشتنی واسه ما شهر نشه. کافیه. لازم نیست شما نگران این مسائل باشید. در ضمن از الان هر گناهی که بکنین ازش علیهتون استفاده میشه. پس بهتره با هم نجنگیم. بیخیال. هنوزم نمیتونین گناه کنیم، الان که دیگه مردین. تازه الان هر گناهی که بکنین 2 برابر پاتون نوشته میشه. تو چه اهمیتی داره؟ نهایتش میریم جهنم. دست کم عاقبتمون معلوم میشه. این وضعیت مزخرفی که توش گیر کردیم از هر جهنمی بدتره. منظورش چیه؟ این وضعیت گوی رو میگه که توش گیر کردی میگه. وضعیت چی؟ وضعیت گو. بیخیال ما ننویس. نوشتی؟ جای گزارش نوشته بگو فکر کنی ظرفیت کی تکمیل میشه. بستگی داره. بعضی روزا تا 2-3 تا سفینم راهی اون دنیا میشه. ولی در حال حاضر هیچ عملیاتی وجود نداره. عملیات که نباشه درگیری نمیشه. درگیری که نباشه کسی کشته نمیشه. این جنگ گره خورده. مراقب. در حال حاضر هر دو جبهه منتظرن که طرف مقابل حمله کنه که به نظر من کار عاقلانه ایه. ببین الان نیروهای شما تو قسمت شمال شرقی جزیره سنگرگم. اگه سعی کنید که طرف مقابل تو عمل به دست بگیره وقتی که اونها حمله کنن شما میتونید از قسمت شرقی اونها رو دور بزنید. پوشش گیاهی منطقه باعث میشه که اونها هیچ دیدی روی شما نداشته باشن. وقتی روی شما دید نداشته باشن شما میتونید غافلگیرشون کنید. یعنی از پشت بهشون حمله کنید. من فقط پرسیدم ظرفیت کی تکمیل میشه، نگفتم عملیات تو فرماندهی کن. اینا به ما چیه؟ وقتی 100 نفر دیگه کشته بشن 103 نفر دیگه. این چی میگه؟ 3 تا دیگه از اون زخمی‌ها مردن. از کجا فهمیدی؟ این کار منه. با 1-2 نفر مشکل ما حل نمیشه. اینطوری پیش بره حالا اینجا موندگاری. حتی یه گوله هم شلیک نمی‌کنه. بینا شما قرار نبود حمله کنی؟ چه فرقی به حال تو میکنه؟ خب تا وقتی کسی حمله نکنه درگیری نمیشه. تا وقتی هم درگیری نشه کسی کشته نمیشه. تا وقتی هم کسی کشته نشه ظرفیت تکمیل نمیشه. این جنگ گره خورده. اون گفت میخوام ببینم اخبار چی میگه. ارتش آلیپاما چاره جز عقب نشینی نده. این رادیو ماست. عقب نشینی کنن ما آینده جنگ و چرا چی میکنی؟ اخبار شما دروغ میگه. اخبار دیگه دروغ راست. جنگ رسانه‌ای چیزی در موردش نشنیدی؟ جنگ رسانه‌ای گرفت. استحکامات کفر را نابود کرد و در نهایت ارتش دشمن که به مقاومت در برابر سربازان زمین کار کشیش دستت باشه فقط نکش. بدین ترتیب ارتش ما توانست منطقه شمال شرقی جزیره را از تسلط نیروهای دشمن آزاد سازد. اخبار حاکی از آن است که سربازان ما توی یک نبرد موفق شدند تلفات اونو نباید بکشونی. به هلاکت برگرد. نه اینوری کن. 47 نفر 47 نفر چی؟ کشته شدن. همه اینو دیگه نمیدونم. 47 نفر. یعنی 53 نفر دیگه بمیرن ما از اینجا میریم. ای بابا 52 نفر. همین الان یکی دیگه از اون زخمی‌ها مرد. فقط یه نفر. آره. بابا یه جوری بزنن درجا همشون بمیرن دیگه. چی؟ دوشه کوپه تا مردی دوش کی؟ بالاخره
دوشکی من برای توضیح میدم. من نمیخواستم رنگت بزنم تو صورت یعنی اون فقط یه اتفاق بود. من شب در میرفتم یه میدویدم تو این دفعه ماهی منو گرفتی من چشم خودم رو کنترل کنم. دوشکی من اصلا قصد ضرب و شتم تو رو نداشتم. دوشکی باور کن منو بره. تو چرا هنو هم ریختی هستی که بودی؟ شوکه شده. بینم من الان چه ریختیم؟ ریخت خورده. ولی باید عوض شم. چی؟ یعنی باید بچه شم. بچه بشی؟ باید زندگی رو از سر بگیرم. دوباره باید بچگی کنم. دوباره باید همیشه از سر شروع کنم. خیلی شوکه شده. تو کی هستی؟ چه قشنگ. من مأموریت دارم که شما رو به عالم ملکوت هدایت کنم. آره به ما هم نگفت. عالمه؟ ملکوت. جور در نمیاد. با چی؟ مرگ پایان زندگی نی. بلکه فرصتی است برای دوباره زیستن. زیستنی کاملتر و پویاتر. انسان بعد مرگ بار دیگر متولد می شود تا با تجربیاتی که تو زندگی قبلیش اندوخته انسانی کاملتر باشد. جلد دوم کتاب تو دوباره نوشته شرفوسیون. شرفوسیوس که بهت گفتم. بله بله. چی میگه؟ هیچی یه مشت چرم. کیه؟ آروم باش آروم باش پسر آروم باش. بیا چه تو این خیال حرفش آری توماییه دیگه. تو چرا من سخت میگی؟ من یه چیز مویر تو این واسه خاطر لگدی که زدی تو چرم. چرا نمیزنن؟ چه جنگ بیمون خاصیتیه؟ نه تقی نه توقی. اوه هی اینجا رو مهمونیه. هی عکس کیه؟ نامزدمه. شوخی میکنی؟ بهت نمیخوره با این دیافه در به داغونه دمچی نامزدی داشته باشی؟ اون عاشق من بود. بی خیال شاید فکر میکنی عاشقت بوده. نه خیر، همیشه سرش رو بیزاش رو پام تا داستانهای آرتور دلاور رو براش تعریف کنم. آره میدونی تو این مدت چی کار میکرد؟ عاشقانه نگات میکرد؟ نه 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 نازت میکرد؟ نه نه بینم ماچت میکرد؟ نه 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 میخاروندت؟ نه 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 من فاشت میداده. نه خیر، چشماشو میبست و سعی میکرد چهره آرتور رو مجسم کنه. عجیب این بود که همیشه آرتور رو شبیه من مجسم میکرد. ولی بعید میدونم اگر ببیند دید شباهتی میره تو یارو لانتور چی؟
آرتور دلاور. همون. هیچ شباهتی بین تو پیدا نمیکنه. تا الان که خوبه، تا چند روز دیگه همین وسط باقی نمیمونه، چون همین الان جک جونوره با جنازت جشن گرفتن. حرومزاده ها، حرومزاده. چی گفت؟ گفت حرومزاده ها. خیلی بیادبی. بابا بیخیر اول آخر که باز بخورنه. الان نه جلوی چشم من نه. سرباز چه غلطی داری میکنی؟ دعا میکنم که خدا ببخشدم. الان که دیگه دخلی نداره خره. اون میگه داره. بیخیل بابا این کارو قبل اینکه سقطشی باس میکردی نه الان. از من میشنفی تو هم بیا دعا کن. با اون همه خلاف ریزه دارشتی که تو زندگیت کردی، اگه تو اون دنیا پشت رود نکنن شانس آوردی. خدایا منو ببخش. ما رو که بخشیده. کی؟ خدا. همه گناهای من مورد عفو قرار گرفته. چجوری؟ اقرار کردم. چند شب پیش رفتم پیش روحانی هنگ و اقرار کردم. جدی؟ آره. تو که به این چیزا اعتقاد نداشتی؟ آره نداشتم. اما آدم تو زندگیش متحول میشه. بین خودمون بمونه. یه نمه هم شانس آوردم. شک کردم. به تعالیم شرفوسیوس شک کردم. میدونی؟ اون معتقد بود آدم به محض اینکه میمیره تمام گناهاش پاک میشه. آره. چند شب پیش خوابم نمیبرد. حوصله‌ام سر رفته بود. کلی به این قضیه فکر کردم. بعد دیدم نکنه اینجوری نباشه. گفتم مایش یه اقرار کردن دیگه. واسه همین رفتم پیش اون مرد خدا. اونم مصاب طلب آمرزش کرد. راحت باشی. حالا کجا معلوم دعاش مستجاب بشه. تو رفتی اقرار کردی ولی نمیشه. میشه. حتما مستجاب میشه. وگرنه من که بیکارم 3 ساعت تا برم وایسم اونجا اقرار کنم. خدا حتما صدای اون روحانی رو شنیده. آره خب وقت گذاشتی. آره 3 ساعت. کاش منم باهات میومدم. ولی الانم دیر نشد. خدایا منو ببخش. نه بابا دنیا پوچه یه بازی ساده است. خب بگو. ببینم بچگی دوست داشتم فرشته نزدیک ببینم. نمیدونستم چیو؟ که کسی مثل تو میتونه به فرشته ها علاقه‌مند باشه. من عاشق موجودات مالدارم. یه عالمه کفتر دارم. میدونستم. چیو؟ میدونم تنها چیزی که از پدرت بهت ارث رسیده 43 تا کبوتر و یک کتابخونه بوده. میدونم وقتی بچه بودی روی پشت بوم خونتون مینشستی و در حالی که پرواز کبوترها رو نگاه میکردی پدرت برات کتاب داستان میخونده. میدونم وقتی پدرت مرد به پرورشگاه فرستادنت. میدونم به 18 سالگی به محله قبلیتون برگشتی یارونک روی پشت بوم اجاره کردی تا کبوترهای بی صاحب رو جلب کنی. میدونم که شب مخفیانه از سر دشمنی به پشت بوم همسایه‌تون رفتی و سر کبوترهای بدبختا از تنشون جدا کردی. پاپا دریوری نمیگفت. کی؟ کلاشین. گفتم چیو میدونی؟ کمترین حسنش اینه که پیش امثال تو مواظب سر خودم هستم. اون قضیهش فرق میکرد. من عاشق کفترم هم یه عالمه هم مراقبشونم. یعنی بودم. اشکال نداره. همه میبینن مثلا. به نظر من زندانی کردن موجودات زنده کار وحشتناکیه. شما اونا رو تمام مدت توی قفس حبس میکنین و اونا به امید آزادی چند دقیقه‌ای که تو طول روز بهشون میدین همیشه زجر میکشن. شاید
ولی اگه ناراضی باشن میتونن وقتی پرشون میدیم دیگه بر نگردن، ولی برمیگردن.